به نام خداوند وجد و سرور، پدید آورنده عشق و شادی و شور. دوستان همراهان گرامی سلام، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و عالی باشید. بنده نخعی هستم و امروز در خدمت شما هستم با فایل دوم روابط. خب مسئله امروز اینه که اگر که میخوام تو روابطمون شکست نخوریم، باید به روابط شکست خورده قبلیمون اصلا دیگه فکر نکنیم. بالاخره بعضی ارتباطات هست که ارتباطات خوبی نیست، به هر دلیلی شکست میخوره و اون ارتباط دیگه قطع میشه. وقتی که قطع شد دیگه نباید ما به اون برگردیم به قبل و همه شروع کنیم به در واقع کنکاش در قبل، در گذشته، که مثلا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چرا این مسئله برای من پیش اومد، و دیگه کلا تمومش کنیم. چرا؟ چون احساسمون بد میشه. وقتی که احساس ما بد میشه، دقیقاً این اتفاقات در زندگی ما دوباره تکرار میشه و این اصلا چیز خوبی نیست. ببینید دیگه کلا باید رها کنیم. وقتی که یه اتفاقی توی روابط ما افتاد و یک ارتباطی کلا قطع شد، دیگه باید اون رو رها کنیم. دیگه باید تمومش کنیم، درد دل کردن رو تموم کنیم، دیگه در واقع قصه خوردن رو تموم کنیم، هر جا بشینیم راجبش صحبت کنیم، تموم کنیم مسابقه مظلومیت رو. خیلی موقع میشینن دور همدیگه شروع میکنن به تعریف کردن، میگیم مثلا مسابقه است که هر کی مظلوم تر باشه جایزه بهش میدن. نه، اصلا اینجوری نیست. ول کنیم. ببینید ما یه عمر محدودی داریم که قراره تو این دنیا زندگی کنیم. وقتی که قراره ما بیایم به چیزهای خوب فکر کنیم و اتفاقات خوب بیفته، چرا بیایم یک چیزهایی رو بهش توجه کنیم که اصلا دوست نداریم؟ داریم وقت خودمون و عمر خودمون رو تلف کنیم و در واقع داریم قرار ملاقات میذاریم با اتفاق بعدی. پس اگر که به هر دلیلی روابط ما به هم خورد، حالا میخواد روابط در واقع با همسر باشه، روابط با فرزندان باشه، با دوستان باشه، با هر چیزی به هم خود، دیگه بهش فکر نکنیم. چرا؟ چون دوباره تکرار میشه. دوباره داریم ارتعاش منفی میفرستیم و این ارتعاش منفی اینقدر تکرار میشه که ما دیگه خسته میشیم و میگیم و باور میشه. وای به روزی که این قضیه بشه باور و بگیم تمام مردم مثلا این شکلی هست، یا برعکس بگیم تمام زنا این شکلی هست. دیگه این آدما در زندگی ما همینجوری میان و میرن و ما فکر میکنیم گیر کردیم و تمام جامعه خرابه، که اصلا این شکلی نیست. فقط برمیگرده به توجهات خودمون. پس نکته دومی که قرار بود بهش فکر نکنیم اینه که به روابط شکست خورده قبلیمون اصلا فکر نکنیم و دیگه تموم بشه. یک رابطه جدید رو شروع کنیم، رها کنیم بدون هیچ پیش زمینه‌ای، بسیار خوب و عالی، با ارتعاشات مثبت و توجه کردن به خوبی‌های خودمون. شاد و پیروز و ثروتمند باشید.